مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. و الا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرفی زد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.